السلام علیکم شنوندگان گرامی. داستان راغون. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مراجعتنامه خود به مردم کشور 5 ینوری سال 2010 تأکید نمودند که راغون سرچشمه افتخار ملی هر یک فرزند تاجیکستان و رمز سربلندی امروز و فردای ماست. راغون هستی ملت ما و حیات و ممات دولت تاجیکستان است. در پرتو این سخنرانی سرور دولت اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون را در قرائت قربان صابر تقدیمتان می‌سازیم. گفتار دوم. من لحظه ایستاده به گرد و اطراف نگریستم. کسی نمی نماید. بیناها همه یک خیله، 4 آشیانه به هم مانند. نهایت چشمم به بینای 2 آشیانه افتاد. من قرار دادم که همین بینا اداره نیروگاه راغون است. پس سوی این بینا روان شدم. پس از کمی راه گشتن جوانی میان قدی سبزینه از روبرویم برآمد که زیر لب کدام یک آهنگ را زمزمه کرده می آمد. آشنا. او را ندا کردم. او ایستاد و سوال‌آمیز به من نگریست. اداره گیس راغون همین است؟ به سوی بینای 2 آشیانه اشاره نمودم. نه، با تبسم جواب داد جوان. این مگزین و کامبینت مدنی معیشی است. اداره گیس راغون ها انا در بینای آخرین شهر است. آفوای خانه استقامتی کو؟ با حیرت پرسیدم من. بله گپتان راست، لیکن فقط 2 آشیانه است. آشیانه 1 و 2 اداره است. به زودی به آن بنا رسیدم. به راهرو در آمدن نزدی دری روبرو ایستادم. از درون آوازی زنانه می برآمد. کمی دودیله ایستادم و سپس در را کوفتم. درآیید، خطاب کردم از درون. من در را گشاده داخل خانه گردیدم. قبولگاه بوده است. کاتبه با دختری که نزد تیریزه راست می ایستاد صحبت داشت. وی مرا یک از نظر گذراند و سپس نگاهش را از من گریزانده لبانش را برمه کرد و گفت: امروز روز قبول نیست. ندانستم. من از دوشنبه آمدم. خوش آمدید. مرحمت، به کرسی نشینید، گفت کاتبه و دندانهای زیچ صدفوار بزیبش را نشان داده تبسم کرد. به من سردار لازم آن کس هستند؟ پرسیدم. به دوشنبه به بیوروی کمیته مرکزی رفتند. کارتان ضرور باشد انتظار شوید. می آمدگیستند. سرمهندس چی؟ در ساختمان. کاتب پرتکام؟ او هم در ساختمان. از راهبریت یگان کس هست؟ همه در ساختمان. کاتبه دست افشان در رو تافت. از قبولگاه برآمدم و صدای کاتبه چون طوفانی پیکرم را تکان داد. دیگر کار ندارند مگر؟ هر روز آمده گرنگ میکنند. بیکار خوجه ها. کی میشد همین ژورنالیست ها، توریست ها کار کردن نمیمانند؟ راست میگویی، از بناکاران دیده مهمانان بسیار. به خود آمده اعتراف کردم که گپی دخترک درست است. براغون قریب هر روز مهمانانی دارای کسب و کار گوناگون می آیند. صحبت ها می کنند، سرود ها می خوانند، درباره آنها می نویسند، رسم می کشند. مثلا نویسنده معروف محیدین خواجه‌اف مهمانی دائمی نورآفران بوده، اثری با نام راه راغون دیگر است می آفرد. شماره مخبران باشد به حساب است و این به هیچ شک و شبهه طبیعی است، چون که زحمت بنیادکارانی راغون ارزنده تصویر و توصیف است. به کارگاه کاتبی کمیته کمسمالی رفتند. درش محکم. از گرش
غراس ماشین، صدای به هم خوردنی بالغی و آهن و از خانچه روبرو صحبت شوق‌آور و خنده خوشحالانه به گوش می رسید. با آنجا روان شدم. با دخترها سلام و علیک کرده پرسیدم که برای چی دری کمیته کمسمال محکم است. همه به فرانت رفتند. جواب داد دخترک موی سیاهه. بگویید کاتب را از کجا یافتن ممکن؟ پرسیدم از او. در همین جا بود، جواب داد باز او. مجلس گذراند، گرد و اطراف را پرسجو کنید. با پیراهه به نزد بیناکاران آمدم. کاتبی کمسمالی را ندیدید؟ نیم ساعت پیش در همین جا بود. به گرش رفت. به گرش رفتم، لیکن کارم آمد نکرد. مردی که چرخ اتومبیل را تعمیر میکرد خبر داد که کاتب چند دقیقه پیش به بریگادای نویکوف رفت. جای شبهه نبود. کاتب را من امروز یافته نمیتوانم. کسی مرا صدا کرد. ایستاده به قفا نگریستم. چند قدم دورتر دوستی دیرینم برهان غازیبکویچ میرالیف را دیدم. انا این کس در کجا کار میکردند؟ این فکر چون برق از مینم گذشت و قلبم را احساس گوارای فرا گرفت. کوه به کوه نمی رسد، آدم به آدم می رسد. گفتند که راست بوده است. هرگز گمان نداشتم که با دوستم برهان محض در راغون وا می خورم. از این ملاقات وی هم شاد شده بغل کشاد. کدام شمال پراند؟ شمال آبروی تو. این طور نگو، اعتراض کرد او. کارهایت چطور؟ اینجا چی کار میکنی؟ خودت چی؟ رئیس اتفاق کسبه؟ خاکسارانه گفت او. نخواد. معقول؟ معقول هم گپ است مگر؟ یک به اطراف نظر افکن و ببین که به جوانان ما چی روزگار، چی اقبال نصیب شده است. برحق راغونیان خوشبختترین آدمانند. سخنهای برهان خیلی صمیمی و روح پرور صدا می دادند و از راغونی نو و زیبایی ها و معماهای آن سخن راند. صحبت را از شهر سریپولک آغاز بخشید. سریپولک در بلندی 1350 متر از سطح بحر ساخته شده. از 11 بینای 56 کوارتیره دار عبارت است. کوچه شهر نام معمار فداکار نینخف را گرفته است. صد افسوس که این مرد نیک را مرگی بی محل از میان ما ربود. اما نام نیکش بدیل صدها راغونیان شراره امید برمی انگیزد که بی شبه از آن علنگه می افروزد. در آن طرفی آبیلایچه مکتبی نوبنیادی دو آشیانه برای 1176 خواننده قامت کشیده است. بینای مکتب با حسن و شکوه ناتکرارش دل هر بیننده را می رباید. صحبتی ما باز سری راغون برگشت. راغون کی پیدا شد این کلمه سحرناک و افسانوی؟ کلمه‌ای که آرزوی و آمال بی‌نظیری را تجسم می کند. کلمه‌ای که مرادف کارنمایی، وطن دوستی، دلاوری، دوستی و برادری و بنیادکاری گشته است. ساختمان نیروگاه راغون رسما 10 ایول سال 1972 آغاز یافته است. اما آغاز تنتنوی نیروگاه راغون بعدتر 21 سپتامبر سال 1976 به وقوع پیوست. توسط این روز راغون را همه شناختند. صبح بر وقت مردم قشلاق‌های بلندکوه فیض‌آباد را صدای شادیانه کرنی به میتینگی با تنتنه دعوت کرد. ساختمانچیان نارک تجربه و عنعنه کارگری را به راغون آوردند. همان روز وزیر انرژتیکا و الکتریفیکاسیای SSR پیوتر استپانویچ
نیپراژنی چنین گفت: در سالهای 29 و 30 من همچون متخصصی جوان در تاجیکستان بودم و بسیار آرزو داشتم که وقت را به منفیت جمهوری زین زنم. لیکن وقت دیگر بود و شرایط دیگر. در این کوهها باسمچی ها دو و تاز داشتند. آنها همه آن چیزی را که حاکمیت جوان و کم قوت سویتی در تاجیکستان ساخته بود غارت می کردند. شما می بینید که من الکی سرسفیدم. بیشتر از 40 سال در انرژتیک کار کرده همه زینه های ترقیات آن را گذشتم. امروز به اندازه خوشبختم که شما آرزوی ایام جوانی نسل ما را در حیات تطبیق می نمایید. باور دارم راغون بنیاد می شود. بله، راغون بنیاد شده ایستاده است. حالا در ساختمان نیروگاه راغون بیشتر از 3000 بنیادگران صداقتمندانه مشغول کارند که نمایندگانی قریب 40 ملتند. برق یک شبانه روزه آن بیشتر از 40 میلیون لامپوچکه 200 وات را فروزان می کند. برای ساختمان ایستگاه بزرگترین آبی در آسیای میانه 1 میلیارد و 100 میلیون سوم مبلغ تعیین شده است که 380 میلیون سوم آن برای ساختن انشاءات آبیاری خرج می شود. موافق لایحه پیشکی برای حاصل نمودن هر 1 کیلووات توانایی در راغون 200 سوم برای 1 کیلووات ساعت آن 5.1 تین خرج می شود. ارزش اصلی هر 1 کیلووات ساعت اقتدار 0.8 تین خواهد شد. ما قد قطعه های خردککی که الکی ساکنان سری پولک بنیاد کرده بودند صحبت کنان پیش می رفتیم و به بلندی رسیدیم. جانب عقب نگریسته خیلی وقت ایستاده ماندیم. در افق کوههای سرسفید به آسمان قد برافراخته بودند. از دامن کوهها تا خود آبلایک بلندی های موج مانند سبز و خرم پهن گردیدند. نسیمی نوازشکار وزیده گل و علف ها را نرمک نوازش کرده خم و راست می نمود و موی ما را شانه زده رویمان را لیسیده می گذرد. برهان از این منظره دلکشا روح گرفته درباره موقع راغون در برنامه آذوقه‌واری سخن آغاز نمود. آبانبار آن که حجمش 13.3 کیلومتر مکعب بوده، درازیش 70 کیلومتر و برش 4 کیلومتر می باشد، امکان می دهد که قریب 360,000 گکتار زمین آبیاری شود. آبانبار راغون یک جایه با آبانبار نارک برای سالهای زیاد به آب تأمین کردن خواجگی خلق تعیین شدند. برابر به کار انداختن نیروگاه راغون، شبکه متحده برقی آسیای میانه هر سال به طور علاوه 13.3 میلیارد کیلووات ساعت نیروی ارزان الکتر میگیرد. نیروگاه راغون امکانیت میدهد که هر سال قریب 5 میلیون تن از سوزشواری شرطی، یعنی برابری 4.4 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی صرفه گردد. بله، می ارزد که راه دشواری بنیاد راغون طی کرده شود. راغون خود از خود بنیاد نمی شود که می گویم به او. برهان تبسم می کند. بله، آن را آدمان می سازند. پس از کمی خاموشی پرسید: تو درباره بریگاد لیث عبدالرحمنوف شنیدی؟ ها، می گویم. در روزنامه مقاله خوانده بودم. چی بود؟ هیچ گپ نی. عجایب. آنها چه خیل کار میکرده باشند. سنگکشانها به آنها رسیدن نمیتوانند. انا این را سرعت میگویند. شما چه اندیشه دارید؟ بله، بریگاد ضربدار. ولی سنگ برای چیست؟
3 سال پیش در نتیجه سیل تپه ها ویران شده، خوفی به خانه ها ضرر رسانیدن پیش آمد. همان وقت بریگاد لایس به ساختن دیوارهای سنگین کمر بست. چخیلی که در نزد بازار پوتوفسکی خودی خودش. لایس سال 1976 بر آغون آمد. آنگاه تنها در سری پولک یکمین قطعه ساختمان و منتج تشکیل یافته بود. بیتانچی هم گوی پرسید دوباره سردار شعبه کادرها. در کارگاه سردار شعبه کادرها باز کاتبی کمیته کمسمال نیز بود. بلایس خواهش نشستن کردند. کاتب خاموشانه دفترچه مهنتی او را ورق میزد و گاه گاه با تگی چشم به او مینگریست. لایس، گفت کاتب، بگویید که برای چی جای کارتان را تیز تیز عوض میکردید؟ خصلت هم همین خیلی. تبسم کرد او. سیاحت را دوست می‌دارم. و تبسمش را فرو نشانده جدی علاوه نمود. عموماً برای 5 سال چندان بسیار نیست. سپس کاتب کوتاه پرسیده کوتاه جواب شنید. کمسمال؟ دست لایس را فشرده گفت با تو برای کار می‌خواهم رفیق عبدالرحمن. راهبریت منطقه هیچ چیز را پنهان نداشته، روی راست اقرار شد. منطقه نو در بین خاک و چنگ سوزان راغون پیدا شده است. از صفر سر کردن لازم می آید. اکثرا جوان ها آمده ایستادند، آدمان خوب به نظرم، لیکن به هر حال ناشناس. اینجا برای شما کابینت خانه سازی دوشنبه یا عسکری نی که همه آدمانش شناس و نزدیک باشند. در اینجا هم رکورد یافت می شود و هم غالبان. تو بیتون ریز باشه هم لایس، کمسمال هم هستی. کمسمال باشد مربیست، کار رو، لیکن از وجه بریگاد و بریگادیری فکر کن. بریگاد لازم، بریگاد قوی، ضربدار، تسکار. با او باز گفتند همه شرایط ها از معیشی و استحصال سر کرده تا باد و هوا وزنینم. کار هم وزنین، لیکن مزدش خوب از روی مهنت. اکنون وی بریگادیر است. در بریگادش 36 نفر کارگر، 70% کمسمالان، خودش کمونیست. وقتی که ما به بریگاد آمدیم کار در جوش و خروش بود. اعضایان بریگاد در سر کلاههای خسین و طبیعی حاصل کنان فعالیت داشتند. گروه سنگ می شکست، دیگران سنگ و محلول می دادند، ایده دیوار می چید. کارگران مردمی عجیبند، هر یکی می خواهد که کار وزنین تر را به دوش گیرد. در چهرهشان آثار خستگی نمی نمود. از حرکت و گفتار همه آنها یک روح بلندی و خوشحالی غیر عادی هویدا بود. مانده نباشید. به کارگاهشان نزدیک شده میگویم با فرهمندی، راستی گپ فرصتی مانده شوی نداریم. حاضر جوابی میکند مرد میان سال. وی پودک وزنین را نزد غرم سنگها گذاشته، کلاه خسین را از سر گرفته ما را با چهره کشاد استقبال می نماید. شناس شوید، من خودی بریگادیر، ندا کرد برهان. خودی خودش، لایس. پسان به خودی لایس رو آورده. فهمیدی کدام کار دشوار بوده است؟ اعضای بریگاد بودن یا مسئولیت راهبری؟ یا هر دو؟ هر دو با ذوق خندیدند. خوش، شعر یا ربا؟ البته شعر. باز یک غیرت دیگر لایس جان. چنانه که گفتند به عزم درست و سعی کامل کس را نشود مراد حاصل. درست 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 میگویی، لیکن خبر نداره که میرزا سعید قول داده است نقشه سالانه را در 10 ماه اجرا نماید. خیلی سره قندش زند. خرسندانه اظهار نمود لایس. قول ما هم اندک نیست. سالانه در 9 ماه. نیت نیک نیمی دولت.
با فکر من نیت نیک خودی دولت است. چی گفتی؟ آیا با قولت وفا میکنی؟ قول که دادیم البته وفا میکنیم، قطعی میگوید لیس. نقشه را هر ماه به جا می آورید. با گفتگوی آنها همراه می شوند. این به تأمینات بسیار وابستگی دارد. اما بریگاد ما تا حال هیچگاه قرضدار نشده است. با افتخار گفت سروری صاحب تجربه. امسال نقشه چقدر است؟ 2500 متر. تا امروز چند شد؟ قریب 1000 متر. اینطور باشد حالا با میرزا سعید برابر بودید کو؟ هیچ گپ نه، روزهای نزدیک ما از وی میگذریم، لیکن وی کمتر نیتی ما را برباد داد. آرزوی و هوس ما دیگر بود و چی شد است لیس؟ خواطرآمیز پرسید برهان غازیبیکویچ، من رحیموف را به مسابقه دعوت کردنی، لیکن او امضا کردن نمیخواهد. چرا؟ برای چی؟ من میگوید خودم تو را به مسابقه دعوت میکنم. خیر چی شده است؟ آخر ما قرار دادیم که من رحیموف را به مسابقه دعوت میکنم. عجایب، کار را بینیده؟ چی فرق دارد که کی را به مسابقه دعوت میکند؟ را امضا کن، بگذار وی تو را دعوت کند. 2.15 سیکو. مهم غالب برآمدن است. خیر خوب شده است، راضی شد لیس و سخن را به دیگر طرف برد. میدانید برهان غازیبیکویچ، بچه های من به کار سر کردند. چی عذاب‌های را نکشیدند. همه‌شان جوان، با قوت، با فهم، با سواد، لیکن ذره حسی مسئولیت ندارند. یگان کار را نمیتوانند و یاد گرفتن هم نمیخواهند. 1 ماه دراز مشقت کشیده به آنها یاد دادم و بینید کار کرده ایستادند. پس همه کارها خوبند؟ هرگز برهان غازیبیکویچ. آنها وقتی که 2 ماه پیش کار نمی کردند به آنها مزد شاگردانه می دادید. همین که بریگاد به کار سر کرد نریت نوشتید به یگان علاوه پولی. اکنون بچه های من می پرسند برای چی وقتی که کار نمی کردیم پولی بیشتر می دادند؟ چی کار کنیم که بیشتر پول دهند؟ کار را پرتاییم؟ به آنها پول دادن لازم. برهان غازیبیکویچ. مسئله خیلی جدی. بله جدی. چی کار میکنید؟ چی علاج؟ دیده میبراییم، حل میکنیم. حل نشود چی؟ چرا حل نمیشده است؟ کاری حل نمیشدگی نیست، همهش در دست خودمان. رئیس بینید التماس. در بریگاد انتظام قطعی جاری کرده شده است. حادثه بی سبب دیر ماندن، به کار نبرآمدن، اجرا نکردن عهدهداری، کار را پرتافته رفتن دیده نمی شود. شعار اعضایان بریگاد همه برای یک کس برای همه است. همه بریگادی آنها را افتخار و ستاره ساختمان می نامند. اما کسانی هم یافت می شود که موفقیت های بریگاد را از آدمان یکچین جمع آمدن گفته شرح می دهند. در اصل باشد این طور نیست. موسی جلیلوف از 16 سالگی به کار سر کرده است. او اول پادبانی می کرد، علف می دروید، ثانی رانندگی را آموخت. در ارمیه شفیار بود. امان بناکار، امان شخصی بحری. رفیقانش شوخی کرده همین طور نام می برند، زیرا وی در همان قشلاق تولد شده است که حالا در تگ بحر نارک مانده است. او خویشچین است. دیگران هم به دست خشک آمده در بریگاد صاحب هنر و کسب شدند. دوستی با آنها بال و پر بخشید. تنفس، این ندا همه را که پی اجرای کارها بودند به خود آورد. بچه ها به دمگیری پرداختند. بگویید که در راغون کدام کسب از همه اساسی؟ این سوال من عجایب بحث را به وجود آورد. کسب بیناکاری. زود خطاب کرد یکی. اینه بینه؟ از جای خسته به یکمی اشاره کرده می گفت دویمی. بیناکاری یک عالم کسب را در بر می گیرد. به فکر من از همه اساسی بیتانچی، نه خویشچین، راننده، نقبکن. هر کدامی ما به طور خود حق هستیم. خانه ها می سازیم گفت امان برای حضرت راغون.
برای راغون نه، برای مردم. تحفه عصر 20 به عصر 21 گفت لیس. فکری بریگادیر با تمام عمیقیش، حیات دوستانه بودنش به من خوش آمد. این انیق راضی شد میرزا آدینایف. ما قسمت فردای کشور را می سازیم، مگر همین طور نیست؟ همین طور. خیر، آینده همان طور است که ما آن را امروز ساختنیم. چه خیلی که ما زندگی داریم، چه خیلی که فکر رانیم، چه خیلی که مهنت نماییم، آینده همین خیل می شود، نه کم نه زیاد. درست می گوید اگر امروز بد سازیم، پس فردا به چشم نسل آینده چی طور می نگریم؟ آنها درباره ما از روی فعالیتمان بها می دهند. چه خیلی ما که امروز بناکاران 5 ساله های اولین را تعریف و تنقید می کنیم. اکنون ما در نزد آینده برای هر یک خیشت، برای هر یک قنات پای دیوار جوابگر هستیم. البته اگر ما بد سازیم، فردا به ما می خندند. بله، ساختمان این کلی علمهای بسیار، ریاضیات، فلسفه، تاریخ، اخلاق و استتیکا. ولی وقتی که آدمان زندگی کردن نمی توانند، فکر میکنی که اقتصادیات یا استتیکا. ولی وقتی که آدمان زندگی کردن نمی توانند، فکر میکنی که اقتصادیات یا استتیکا. پولها خرج می شوند، لیکن جوابگری می ماند. به هر حال بیناکار هم معمار است، هم رسام. لیکن هم به معمار هم به رسام صفت چیزی اساسی است و برای با صفت ساختن در ما همه شرایط مهیاست. تو با این گپ چی گفتنی هستی؟ آیا ما بی صفت کار میکنیم؟ شیر بچه ها، بزودین این دار کرلایست. چق را به روز استراحت گذرانید. حالا باشد کار. شما خوانش بدیعی را از روی اثری نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی، داستان راغون، در قرائت قربان صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجیف. پایان گفتار دوم.